سلام چطورید؟ خوش اومدید به لایو پروگرامینگ امروزمون. گرچه که لایو نیستیم چون یه سری پیش نیازا داره، ما به اون حد نصاب نرسیدیم. امیدوارم با لایک و کامنت و سابسکرایبتون حمایت کنید که بتونیم لایو بزنیم این به بعد. و خب خیلی کار داشتم و وسط این کار دیدم یه ساعت دیگه برق قطع میشه و گفتم بشینیم با هم دیگه کار کنیم. مثلا سر رفته بود، یه پروژه ای هست، حالا جلوتر با هم پیش میریم، ولی جالبه این پروژه رو با هم پیش بریم ببینیم چی هستن. شما ببینید چجوری میشه مثلا یه پروژه رو ساخت، تسک و چه شکلیه، 0 تا 100 وقتی یه پروژه دستته. و اگه ASP کار نکردی با ASP قرار آشنا شی، با برنامه نویسی آشنا شی دیگه. اگه پروژه دانشگاهی داری، درس پروژه داری، خیلی به دردت میخوره این ویدیو. این همه خوبی داره دیگه. خلاصه کانتنت ما رو سگی نگاه نمیکنه. برنامه نویسی ببینید جامعه هدفمون چقدر کوچیکه. ما برنامه نویسی و برنامه نویسی های فارسی زبان خیلی کمه. من صدا ضبط میشه، کپچر میشیم، بله میشیم، خدا رو شکر. بیایم بسازیم دیگه. بس اینو میزنیم. حالا چیه این پروژه؟ بهتون توضیح میدم. اول از همه که اون پروژه دانشگاهی که گفتم اونو من دارم، 3 میلیون دادم خودم با پروژه بسازم، مصا تایید کنه، همین. بعد 20 میشه. از اون ورم من دارم اپلای میکنم برای یک شرکتی که اون سورپرایزه و خیلی به دردتون میخواد اگه میخوای مثلا پروژه بسازی. این مصادف شده با اون، میخوام این یه دونه رو تبدیل، یعنی تحویل بدم به 2 نفر، انگار 2 تا کارفرما دارم. حالا اون استاده میگه اینو فارسیش کن، من زیر بار نمیرم. ببینید تا اینجا چی داریم؟ یه آنلاین استور، فروشگاه اینترنتی خیلی ساده بیسیکه، با ریزور پیج. بهم گفتم بساز که میخوان کدمو ببینن دیگه. و همه چی استاتیکه اینجا فعلا. نه، منیو استاتیک نیستن، این کاتگوری ها نیستن، پروداکت نیست دیگه، بقیه چیزا نیستن. چیز خاصی هم نداره دیگه. قرار منو رو ببینه من اصلا، ولی لاگین رو ساختیم، رجیستر رو ساختیم. ببینید لاگین میتونید بکنید، برید پروفایلتون بچرخید، چه میدونم پسورد عوض کنید و این چیزا. برو تو دیگه، بیا ببین عوض میشه به راحتی. و آره همچین چیز ساده ای رو ساختیم. حالا چه قسمتی قرار با هم پیش بریم؟ ببینید دوستان، اینو رو که ساختیم رفت، قرار بریم پنل ادمین بسازیم با هم. من زحمت کشیدم دیروز، پاره شدم، یه دونه داشبورد ساختم. داشبورد چجوری می نوشتم؟ داشبورد. خب این توی URL هم باید دستی بزنم چون هنوز دکمه ای نساختم براش. و داخل ادمینه، ادمین آقا جان، مین آیم کجاست؟ اینه، این استاتیک کلش. ببینید میزنید هشتگ میاد. و من هشتگ نیاد، بیایم اینو با هم بریم درستش کنیم. بدبختی اینه که لیوت این یه جای دیگه است، یه جای دیگه دنیاست. من CSS رو ساختم دیروز، دیگه وقت نکردم، برق رفت. 12 شب برق نداشت. شبیه ساز چی میگن؟ بدبختی نه، چی میگن بود؟ شبیه ساز نمیشه گفت، سروایو داریم میکنیم. قشنگ بازی ژانر زندگی سروایور هارر، قشنگ میشه اینو چیز کرد. دیپندنسی همونم پکیج همون دارن ارور نخواه. این تو ایریا اونا که جنگو کار کردید یا از جای دیگه دارید میایین، ببینید ASP چجوریه، حال کنید باش. جنگو کار همیشه یه جنگو کار بود، همکارم مینالید، گفتش که همیشه مشکل داشت با جنگو، نمیدونم حالا با چیش. من دیدم من نزدیک جنگو رو، پروژه‌شو، و دیدم که اوکی بود، اونم تقریبا شبیه ASP اومده بود باشه، ولی خب نیست. البته نشون میدم چرا. این آیدنتیتی که میبینید، این همه خفن و اینا رو من تو 10 ثانیه ساختم. چجوری؟ هیچ، میاد اینجا کلیک راست میکنی. دوستان جنگو کار توجه کنید، این یه نیو اسکافولد آیتم داره. شما هم دارید همچین گزینه‌ای، من دیده بودم. و این میاد میسازه برات.
میاد میسازه برات همه اینا رو برام ساخته، لاگین ساخته، رجیستر ساخته، چنج پسورد. هیچ کاری نکردم، اومدم اینا رو کاستومایزش کردم. چه جوری؟ این شکلی تو دی بی کانتکست. اونایی که حرفه‌این دیگه میدونن دیگه. منم تو دی بی کانتکست و یه دونه آیدنتیتی کانتکست ساختم. اینا اپلیکیشن یوزر نه خودم ساختم. اینو اومدم معرفی کردم همه جا بهش. یه سید سرویس ساختم. دیروز روی این قسمت داشتم کار میکردم که هر کاربری که لاگین میشه یک رولی داشته باشه. 3 تا رول ساختم. یکی آنره، اینو فقط موقع ران شدن یک بار فقط اجرا میشه این قسمت و موقع ران شدن فقط میتونید آنر رو بگیرین، کسی که سازنده است، که بیاد این ادمینا رو تعیین کنه دیگه. زیاد نمیخوام فرقی بین این دوتا بذارم. اوکی، فقط میخوام مشخص شه که سازنده سایت، مالک وبسایتی که ادمینه. بقیه یه دسترسی دارن، چون ما قابلیت خاصی نداره سایتمون. بقیه هم که کلاینت بدبختن دیگه، میان اونجا خریدشون رو میکنن. این هم از یه همچین چرت و پرتایی نوشتیم خدمتتون. اینو لینکش هم میذارم براتون توی گیتاب. کور دارم میشم من، بک‌گراندم نور میزنه پنجره. گیتاب براتون میذارم. اگه پروژه دانشگاهی دارید، اگه میخواید یه پروژه ساده توی گیتابتون باشه، میتونید استفاده کنید ازش. خودم که دارم بهتون توضیح میدم. معماریش کلینه، سعی کرده کلین باشه. ریپوزیتوری استفاده کردم اینطور که میبینید. دیپندنسی اینجکشن داریم و بقیه‌اش هم که ریزور پیج. اگه میبینید کنترلر نداریم به خاطر همین. اگه ریزور پیج رو نمیشناسید ببینید این شکلیه. ببینید چه باحاله. زیر خودمون CSS C#HTML خودش یه دونه کنترلر کوچولو برامون ساخته. یعنی اینا رو من خودم نوشتم دیگه اینا رو خودش نمیسازه. بله خب بریم کارمون رو بکنیم. چون وسط کار دیگه به من جوین شدیم، مجبورم یه توضیح کوچیک بدم. اگه تونستید خیلی باحال میشه لایو بود. الان اینجا یه پیشنهاداتی هم ازتون میگرفتم. نه لیوت اصلیمون ایشونه و لیوت ادمینمون رو اومدم جدا کردم تو قسمت ایریا. اینا کجاست ادمینش؟ لیوت ادمین اومدم جدا کردم. ایشونه یه لینک داره اینجا فقط. این الان هیچ کاری نمی کنم چون هیچی توش نیست. اینو یادم رفته و پیاده سازی کنم. داشبورد است. این داشبوردی که ساختیم میبینید همه چی تو همه. چون این دیروز داشتم طراحی میکردم فقط. همه چی تو همه. اینا رو بیایم جدا کنیم این شکلی باشه. کارفرما فوش میکشه یک کلمه. اون کسی هم اپلای میکنم براش. ما امیدواریم که حالا قبولمون بکنن، چون این کشوری که سورپرایزم تو که گفتم براشون چیز میفرستم عادت دارن که نگاه میکنن بعد خیلی راحت بدون رو دروایسی میرینن بهت و میگن نه ما با تو حال نکردیم، خداحافظ، و قطع میکنن. به همین سادگی دیگه. به هر حال خاورمیانه به دنیا اومدن این مشکلات هم داره. این از این. یه چیزی تغییر کرد ولی خب CSSش کار میکنه. در مرحله بعدی می‌خواستیم این لینک ها رو بسازیم. اون لینک ها رو من اومدم ساخته بودم. کوش لیوت اصلیمون رو پیدا کنیم. ای خدا کمرم گرفت. الانم برقا میره. من استرس گرفتم سری اینو تحویل بدم. گزارش کار باید بفرستم برای استاده و گزارش کار فکر کنید چجوری بچه‌ها. اسکرین شات میگیرم میفرستم برای استاده و در این حده که مثلا من اگه استاتیک باشه همه چی بفرستم براش نمیفهمه و خب کجا میخواد بفهمه کدای من چه شکلی بنده خدا. میدونی چون مجازی هم مثلا همه چی ناترازی داریم. اصلا شل کردن استادم خوش. خلاصه این لیوتمون دیگه چی؟ این لیوتمونه. اومدیم که داشبوردمونه بسازیم دیگه. بیاین
دراپ داون. خب ایشون آل پروداکت رو اول باید بهش بدیم، برداریم اینو کات کنیم بندازیم این داخل. خواهشمندیم که اگه تا اینجا ویدیو آمدید اینم باید دیلیت کنید. تو رو هر کی دوست دارید سابسکرایب کنید ما رو، براتون ویدیوهای خفن بسازیم. این کانتنت رو حداقل خودتون ببرید بالا. اگه با من حال نمی‌کنید حالا مشکل نه، ولی خب بقیه رو حداقل یه کامنت چیزی بذارید. ما فقط فوش میخوریم چون ترای نات تو لفظ ضبط میکنه، کسی انتظار خاصی ازشون نداره، ولی کانتنت که یکم مثلا تخصصی میشه اینجوریه که طرف میاد مثلا میگه اینجا چرا اینجوری ساختی، خاک دوست سرت، نوبت کنه. این همچین چیزی. اونایی که گیم حرفه‌ای هم میزنن اینو تجربه میکنن. بله این از این. اینا رو کپی می‌کنیم اینجا. دیگه چی داریم؟ اد نیو رو داریم دیگه، درسته؟ اینا رو همه رو کاش دیلیت می‌کردم. اد نیو رو داریم. بفرمایین. فقط برو این بار به کرییتش. آپدیت که خب باید بره تو لیست نگاه کنه چی میخواد آپدیت کنه. و دیگه چی داره؟ دیلیت هم که دیلیته دیگه، هیچ. پروداکت تایپ هم بندازیم اینجا. پس حالا که چیز خاصی نداریم، نمیخوایم شلوغش کنیم. کلا 3 تا فیچر بیشتر نخواستن ازمون: سبد خرید، پروداکتمون و بقیه چیزها. دیگه چی؟ یه چای بزنم، ببخشید گلوم میگیره. من خودم متنفرم وقتی من ویدیو میبینم یه نفر میاد چای میخوره، این صدای دهنش قشنگ منو روانی میکنه، ولی خب دیگه چاره ای نداشتم، ببخشید. اینو دیلیت میکنم. شما مثل من نباشید دوستان. ESP بندازیم اینجا. ای ولی عجب چیزی شد. خب اینم کپی میکنیم. والله عظیم یار گی. برو اینجا سیو. یه اسپی کاتگوری میمونه. ببینید چقدر خسته کننده است همه چی. برنامه نویسی واقعا این شکلیه دوستان. یه جایی به بعد دیگه اروری نمیمونه که شما ندیده باشید. و یه دونه تگ پروداکت اینجا داریم و دیگه خسته کننده است همه چی. شبیه این چیزا میشه. چی میگن بهشون؟ هی گفتین هندیا. هلو ویلکام تو مای یوتیوب چنل. و اونقدر باید این هندیا ببینید که برنامه نویس بشید و اگه دیوونه نشید دیگه بالاخره یه چیزی ازتون در میاد. این از این. کمرمون گرفت. بعد قطعا مشکل کمر پیدا خواهید کرد تو این کشور. گرونه یه صندلی گرونه. جوون ایرانی هستید، به هر حال یه چیزهایی شما ندارین. بفرمایید. می‌بینید که با کمترین تجهیزات ممکن میریم پیش به سوی خود. این ساخته شد. بله اینه که بهتون نشون ندادم اینجاست دوستان. ببینید کرییت میکنی، همون عملیات کراوده و خب چیز خفنیه دیگه. اینا مثلا نزنید برید بعدی، یعنی ارور میده و این چیزا. و عکس میذارید و این صاف فا میشه میره تو منوی اصلی اینجا. یعنی هر پروداکتی بسازم پرت میشه اینجا. ولی خب براش لیمیت گذاشتم دیگه، گفتم مثلا 6 تا 7 تا چیز بیشتر در نیاری. کیمی جون چیه پروداکت 3. خب آره دیگه شرفتون هم ممکنه موقع لایف پروگرامینگ بره چیزی به ذهنم نمیرسیده دیگه. اون زمان بر خودم مینوشتم. و اوردر داریم. چه اوردری؟ اوردر رو باید بسازم. اوردر رو باید بسازم. این که ساختیم چیزی نداشت، یه CSS بود. بریم اوردر بسازیم. خب ایشونو من باید بشینم حسابی تحلیلش کنم بر خودم و حالا اضافه میشه. من فقط میخوام فعلنه یه چیزی باشه دیگه. میدونیم که یه دونه اوردر داریم انتیتیش، یه دونه کارت داریم شاپینگ کارت. شاپینگ کارت سخت ترین قسمت انتیتی ها دقیقا همینجاست.
شاپینگ کارت چرا اینجاست؟ چون که خیلی داستان داره اوردر، یعنی در حالت عادی اوردر واقعی بخوایم بسازیم. حالا اینکه یه چیز بیسیکه، اگه بخوایم خیلی مثلا برای سایت های فروشگاهی چیزی من اعضا میگیرم کامل بیس انتیتی، سخت این قسمتیه که میتونید روش کار کنید. و خب شاپینگ کارتمون چی داره؟ قطعا این بیس انتیتی هم بهتون توضیح بدم، این توش آیدیه بچه و من میام خب چیزایی که تکرار میشن رو همیشه سوا میکنم، مخصوصا آیدی که تو همشون هست دیگه. اینو یه بیس انتیتی میذاریم، بعداً یه سری فیچر هم میتونی بهش اضافه کنی، چون حالا یه چیزایی اوورراید کنی و اینا. کانستراکتور میخواد، قطعا میخواد. پابلیک دیگه چی میخوایم؟ نیازی نیست بچه، حالا که شما نگاه کنیم مدل ویو نیست که کانستراکتور میخوایم. پراپرتی میخوایم، پراپرتی این پراپ تپ یه دونه تپ برای من کار میکنه. اول از همه کاونت داره دیگه، دیت تایم داره، دیت تایم کرییت آن دیگه چی، یوزر داره، قطعا یه یوزری هست که این کارو کرد، میخوام اساین کنیم دیگه فلان شخص فلان چیزو میخواد تو کارتش نگه داره. اوکی، این به درد میخوره وقتی یه چیز موجودیش محدوده بتونیم سوا کنیم مثلا. خب اپلیکیشن یوزری که ساختیم ایشون خب اسمش قطعا میشه یوزر دیگه. کلاینت یا کاستومر قشنگ تره، احترام بیشتری داره توش کاستومر. و یه فارنکی اینجا باید بزنیم، بعدن میذارم که یادم بمونه. فارنکی اسمشو الان نمیدونم، اپلیکیشن یوزر آیدی. اوکی، ممکنه این نباشه ولی پروداکتمون دوستان، پروداکت قطعا نیاز داریم. با اون حد زدنش پروداکت، چند پروداکت میتونه داشته باشه اصولا. و این از این دیگه چی نیاز داریم؟ کاتگوری رو ساختیم، اینم که هست. این فعلا تا اینجا بسته. بریم اوردر هم یه چیزایی بسازیم، همین رو کپی کنیم اونورم میخوایم. اینو باید آدرس بسازیم براش، قطعا شما آدرس هیچ جا نگرفتم از کاربر. string address یادم باشه اینا رو. الو ناله، اینم نال پذیره، ندیورده. استاتوس داره قطعا، اینام و ریبل باید بسازیم اونو بعدن. حالا من میذارم اینام بالاش بنویسم با کامنت، اینامش کنم بعدن. و فعلا استرینگ میذاریم الکی بمونه. استاتوس که بگیم مثلا وضعیتش الان خرید کنسل شده، اکسپایر شده چیه. و کور دارم میشم، یعنی بک‌گراند پنجره است داره میزنه تو چشم، شکنجه خود. ایشون هم که نالپذیره، اون ور یادمون رفت نالپذیری هاشونو بهشون بدیم. بنابراین شاپینگ کارت کو، شما میتونی نال باشی، یوزر نمیتونه نال باشه قطعا، شما هم میتونی. این از این. خب میخوام دوباره به رخ دوستان دیگه بکشم. بعید میدونم تا اینجا جنگ و کاری مونده باشه. اگه هم کسی مونده یا میخواد برنامه‌نویسی یاد بگیره یا میخواد تازه شروع کنه، اونی که دیگه جنگ و کار نگاه نمیکنه همچین چیزی. ولی خب اگه موندید یا برنامه نویسی چیز دیگه ای هستید میخواین شروع کنین، ببینید انتیتی فریمورک چرا انقدر محبوبه. ORM یعنی واسطه بین دیتابیس و برنامه‌تون. این اوردری که ساختیم رو میسازیم اینجا، دیبی ستشو و شاپینگ کارتو. ببینید چی کار میکنه ایشون. اوردر شاپینگ کارت، ببینید چی کار میکنم. خب
شما میید اینجا یه دونه NuGet میزنید add migration بلا بلا بلا، ببینید چه اتفاقی میفته. خودش میاد برای من اسش کوچیکه، این بعدن شهر میشه برای من. این خودش میاد براتون میسازه این کوئریاشو. چی میگه؟ یو اول فصل ما نمیدونیم آن مدل کرییتینگ فلان 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 شده ها. نمیفهمم مثلا چی. فهمیدین چی شد؟ اول اصلا اینو درست کنیم دوستان. جنگ و کار آبرومون رفت پیشتون. این به خاطر اینه، من اون اشتباه زدم، اینم پاشمونو گرفت. خب ببینید add migration، حالا بلا 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 رو دوباره می‌نویسیم. ببینید چه اتفاقی میفته. خودش میاد اون کوئری ها رو مینویسه برامون. الان SQL سرور داریم کار میکنیم، میاد کوئری ها رو برامون میسازه. حالا به زبان C#، به زبان سلیس C#. ای کوف بگیری چی میگی تو؟ نمیگن application DB context primary key to be defined. کی رو دیفاین نکردیم؟ ببخشید من عذرخواهی میکنم از شما. بیس اندید. بله خودش میاد میسازه دیگه. من ریدم یه دقیقه می‌خواستم یه چیزی توضیح بدیم، گوه زد تو زندگیمون. ما یه دقیقه درد نگیر. این مسئله هم داره دیگه انتیتی فریمورک. ولی خب ببینید نه اومد درام جهان همه رو ساختم. خیلی خفنه دیگه. نیازی نیست اینا رو من دونه دونه اسکریپتشو بنویسم برم بزنم توی دوست عزیزمون SQL سرور. و خب قدیما اینا رو باید دستی می نوشتیم دیگه. و این پدرمون رو در ADO.NET بود قبلا یادمه به جای انتیتی فریمورک. ولی خب خیلی چیز باحالیه، استفاده کنین ازش انتیتی فریمورکو. و همین من اینو نمیزنم آپدیت دیتابیس من اینجا بزنم الان خودش میره آپدیت میکنه، ولی من نمیخوام اون کارو بکنم چون باید یه سری تغییرات بدم. و تا اینجا خیلی کنم صبر شد دیگه. لایومون لایو هم که نیست، خیلی دیلی همینجا نشستیم برنامه‌نویسی کردن. لطفا کامنت و لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. صدام بتمنی شد الان برقا میخواد بره. قربانشون، خداحافظ.